حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظیم. یعنی خدا برایم بس است، بجز خدای نیست و توکل و امیدم فقط به اوست. سوره توبه آیت 129. این ذکر رو 7 شب و 7 روز زیاد بخوان. وعده خداوند است که کاری میکند تا تو بجز او نیازمند به کسی نباشی. مشکلی هایت رو حل میکند و ثروت رو وارد زندگیت میسازد و در آخرش هم بگو الهی آمین آمین.